سلام و عرض ادب به کانال بدنسازی تیوی در یوتیوب خوش آمدید. رژیم های لاغری یکی از روش های لاغر شدن و کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام است. رژیم غذایی رو که امروز قصد داریم معرفی کنیم رژیم 3 روزه نامیده میشه که یک رژیم غذایی کاهش وزن بوده که به شما کمک میکنه تا حدود 2 کیلوگرم در هفته وزن کم کنید. علت کاهش وزن با این رژیم لاغری علاوه بر کنترل کردن و محدود کردن میزان کالری دریافتی بدن، وجود ترکیبی از غذاهاست که متابولیسم را افزایش میدهند که در نهایت موجب چربی سوزی و کاهش وزن درست می شود. این که میگیم کاهش وزن درست به این دلیله که بعضی از رژیم های سخت لاغری چنان محدودیت شدید کالری برای فرد ایجاد می کنند که بدن طرف دچار کمبود مواد مغذی میشه. درسته که وزن کم میکنه، اما در واقع این نوع وزن کم کردن علت اصلیش اینه که بدن آب زیادی از دست میده به جای اینکه چربی از دست بده و بسیار برای بدن خطرناکه و در طولانی مدت میتونه حتی طرف رو دچار بیماری های خطرناک بکنه. در واقع چیزی رو که باید دقت کنین در مورد این رژیم های سخت لاغری، بعدیش اینه که بعد از این که هم استاپ میشه طرف به حالت نرمال برمیگرده و در خیلی از مواقع حتی وزنش از قبل هم بیشتر میشه. اما رژیم لاغری رو که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم برای طولانی مدت هم مناسبه و همچنین تمام ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن رو تامین میکنه و هیچ خطری نداره. این رژیم شامل یک برنامه غذایی 3 روزه است که بعد اون 4 روز استراحت میکنید و سپس این روند رو به صورت چرخه هفتگی دوباره و دوباره تکرار میکنید تا زمانی که به وزن ایدئال خود برسین و همونجور که گفتیم این یک رژیم لاغری کاملا سالم هستش که میتونین در طولانی مدت هم ادامش بدید. رژیم لاغری رو که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم یک رژیم پرطرفدار است که همونجور که گفتیم شامل 2 فاز هست که مجموعاً 7 روز به طول میانجامه و بعد از 7 روز میتونید اون رو به صورت مداوم هم تکرار کنید. برای 3 روز اول باید یه برنامه غذایی رو که در ادامه ویدیو به صورت کامل بهتون توضیح خواهیم داد دنبال کنید و از هیچ میان وعده‌ای استفاده نکنید. مصرف کالری کل در این مرحله تقریباً 1200 تا 1400 کالری در روز هستش. برای 4 روز باقی مونده به شما توصیه میشه که از غذاهای سالم استفاده کنید و میزان کالری مصرفی خود رو پایین نگه دارید که در مورد این 4 روز هم در آخر ویدیو به صورت کامل باز توضیح خواهیم داد. فقط یادتون باشه دقیقاً طبق دستورات عمل کنید. البته این رژیم غذایی فقط برای کسانی توصیه میشه که بیماری خاصی ندارن و یا اگر بیماری خاصی دارین قبل از شروع این رژیم حتما با دکتر خود مشورت کنید. خب حالا ببینیم که برای 3 روز اول این رژیم لاغری چه غذایی رو باید بخوریم. روز اول صبحانه 2 عدد نان سبوسدار که به انگلیسی میشه هول گرین برد که در واقع نانی تهیه شده از آرد سبوسدار که کلیه املاح و ویتامین های مغذی موجود در آن آزاد و جذب بدن میشه. انواع نان سبوسدار شامل نان سبوس گندم و نان جو سبوسدار میباشد. غلات سبوسدار بیشتر از غلات بدون سبوس در دستگاه گوارش میمانند و آب به خود میگیرند و احساس سیری بیشتری به فرد دست میدهند. بنابراین کسانی که قصد کاهش وزن سالم رو دارن میتونن با مصرف نان سبوسدار در رژیم غذایی به هدف خود برسن. پس 2 عدد نان سبوسدار برای صبحانه به علاوه 3 قاشق غذاخوری پنیر کاتج یا همون کاتج چیز به همراه نصف گریپفروت و 1 فنجان قهوه یا چای، هر کدوم رو که خودتون ترجیح میدین. البته قهوه یا چایتون باید بدون شکر باشه و یا اینکه نصف قاشق غذاخوری عسل طبیعی که متاسفانه این روزا عسل طبیعی واقعا به سختی گیر میاد، پس عسل هم تا اونجایی که امکان داره فراموش کنین. اگر واقعا مطمئن هستین عسل طبیعیه که خب داستانش فرق داره. اگر هم نه که فقط 1 عدد خرما مجاز هستید اگر واقعا میخواین که یک شیرینی با چای یا قهوهتون میل کنین و یا اینکه اگر میتونین شیره درخت افرا اصل گیر بیارین اون هم جایگزین بسیار خوبی برای شکر هستش. اما ناهار برای روز اول 1 عدد نان توست، 1 تن ماهی کامل با چند قطره لیمو ترش تازه. لیمو در کل برای هر رژیم لاغری خوبه چون خاصیت چربی سوزی داره. البته تن ماهی رو که تهیه میکنین اگر روغن داخلش هست حتما روغنش رو ازش جدا بکنید. البته در بازار میتونین تن ماهیایی هم پیدا کنین مثل اینی که در تصویر میبینین که با لیبل نو درین هست که در واقع از قبل روغنش گرفته شده. اگر هم که تن ماهی دوست ندارین میتونین به جای 100 تا 130 گرم ماهی سلمون بپزین و میل کنین که بهتره که اگر میتونین با روغن زیتون خالص و یا همون روغن زیتون بکر
سرخش بکنین و به مقدار بسیار کمی روغن بریزید که 100 تا 130 گرم ماهی سالمون معمولا یه دونه فیله مثل اینی که در تصویر میبینید میشه. یک پیمونه یک فنجان هم کلم بروکلی آبپز یا بخار شده باش میل کنید به همراه 1/4 اوکادو و حداقل 1 لیوان آب. اما شام برای روز اول 120 گرم سینه بوقلمون آبپز یا سرخ شده که البته اگه سرخش میکنین همونجور که گفتیم با کمی روغن زیتون خالص، نصف پیمانه کینوا همونجور که در یک ویدیو توضیح دادیم بهترین جایگزین برای برنج هستش. کینوا گیاهی است که میتونه پروتئین کامل بدن رو تأمین کنه و تمامی آمینو اسیدهای مورد نیاز برای حفظ تعادل سلامتی بدن رو فراهم کنه. میتونید کینوا ارگانیک رو در تمام دنیا در فروشگاه‌ها و رستوران‌هایی که غذاهای سالم عرضه میکنن پیدا کنید. یک پیمونه هم لوبیا سبز آبپز شده برای شام برای روز اول به همراه 1 لیوان آب و همچنین 1 عدد سیب کوچک. و حالا وعده های غذایی روز دوم: صبحانه 1 تا نهایتا 1.5 نان سبوسدار که البته اگر مایل هستین تنوع بدین میتونین به جاش 1 فنجون سرخالی بلغور جو 2 سر که به انگلیسی اوت میل گفته میشه بپزید و میل کنید. اون رو با آب بپزید و از شیر استفاده نکنید، نه اینکه شیر بد باشه اما کالری های این رژیم لاغری رو افزایش میده. همچنین مقداری هم پودر دارچین روش بریزین. پودر دارچین سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و چربی سوز بسیار خوبی هستش. پس یا نون سبوسدار رو انتخاب کنین یا بلغور جو 2 سر و اون رو با 3 عدد تخم مرغ کامل آبپز شده، بله به صورت کامل یعنی همراه با زرده میل کنین و دلیلش هم اینه که بسیاری از مواد مغذی و ویتامین ها در زرده تخم مرغ هستش، پس اون رو به صورت کامل میل کنین. همچنین نصف 1 عدد موز که میتونین اون رو به صورت حلقه حلقه کرده و اصلا همونجور که در تصویر بالا میبینید با بلغور جو 2 سرتون میل کنین به همراه 1 فنجان قهوه یا چای، البته اختیاری هستش اما بسته به روز قبل. این که میگیم بسته به روز قبل، اگر روز قبل چای میل کردین امروز رو میتونین قهوه میل کنین، چون قهوه خاصیت چربی سوزی بالایی داره و حتما پیشنهاد میکنیم که در این رژیم لاغری اگر قهوه خور نیستین قهوه رو در این رژیم داشته باشید. و اما ناهار برای روز دوم: 120 گرم سینه مرغ آبپز یا سرخ شده دوباره با کمی روغن زیتون خالص، 1 پیمونه یا 1 فنجون مخلوط سبزیجات آبپز مثل کلم بروکلی، هویج، لوبیا سبز و غیره، 1/4 اوکادو و حداقل 1 لیوان آب. و شام برای روز دوم: برای شام از گوشت قرمز استفاده خواهیم کرد که در اینجا 3 روش رو بهتون پیشنهاد میکنیم که هر کدوم رو مایل بودین میتونین انتخاب کنید. روش اول این که 130 گرم گوشت چرخ کرده کم چربی تهیه کنین که چربیش باید حدود 5% باشه که معمولا توی فروشگاه ها با لیبل 5% فت روش نوشته شده و یا همونجور که در تصویر میبینین روش نوشته اکسترا لین. این رو میتونین به صورت کباب تابعی، برگر و یا هر شکل دیگه ای که خودتون دوست دارید سرخ کنید، البته با روغن بسیار کم و با روغن زیتون خالص. روش دوم این که میتونین 100 گرم گوشت قرمز رو تیکه تیکه کرده همونجور که در تصویر میبینین و یا اینکه در فروشگاه ها میتونین به صورت آماده که معمولا با لیبل دایس بیف هست تهیه کنید. 100 گرم از این گوشت رو با ادویه‌جات مورد علاقه خودتون و یا ادویه‌جات مخصوص گوشت قرمز مرینیت کنید، سرخ کنید و میل کنید. روش سوم این که 1 استیک کوچیک که معمولا 160 تا 170 گرم هست رو تهیه کنید، گریل یا سرخش کنید و میل کنید. این از گوشتی که برای شام تهیه خواهیم کرد. پس یکی از این 3 روش رو انتخاب کنید و بعد با 1 عدد سیب زمینی شیرین و یا اینکه به جاش 7 قاشق برنج در کنارش سرو کنید به همراه نصف پیمانه هویج آبپز شده، 1 پیمانه کلم بروکلی آبپز شده و همچنین مثل همیشه 1 لیوان آب و همچنین 1 پیمانه بلوبری که البته اگر بلوبری نمیتونین تهیه کنین میتونین به جاش 1 پیمانه توت فرنگی و یا اینکه نصف گریپ فروت میل کنید. و حالا وعده های غذایی روز سوم: صبحانه فقط 1 عدد نان سبوسدار به همراه 1 تکه پنیر چدار و یا چدر چیز که یک برشش حدود 28 گرم میشه به همراه 1/4 اوکادو، 1 فنجان قهوه یا چای دوباره به انتخاب خودتون.
ناهار برای روز سوم 120 گرم سینه مرغ یا بوقلمون رو به انتخاب خودتون آبپز یا سرخ کنید و اون رو به همراه یک پیمونه مخلوط سبزیجات آبپز و همچنین یک لیوان آب میل کنید. یه راه دیگه پیشنهادی هم اگر بخواید تنوع بدین برای روز سوم داریم و اگر نمیخواین که از مرغ یا بوقلمون استفاده کنید میتونین نصف پیمونه پستای قهوه‌ای و یا همون هول گرین پستا رو، البته دقت داشته باشین فقط نصف پیمونه چون قرار نیست در روز سوم برای ناهار ما از کربوهیدرات استفاده کنیم، اما در این مورد اشکالی نداره. میتونین نصف پیمونه پاستا همراه با تن ماهی، یک تن ماهی میکس کنید و یا اگر تن ماهی هم نمیخواین استفاده کنین و اگر میگو در دسترسی هست میتونین از میگو به جاش استفاده کنید و اون رو با مثلا گوجه های کوچیک و مقداری اسفناج مخلوط کنید و یک غذای خوشمزه برای روز سوم و برای نهار میل کنید. و اما شام برای روز سوم یک پیمونه عدس آبپز شده یا اینکه اصلا میتونید همون عدسی خودمون رو البته با روغن کم درست کنید و میل کنید. اگر هم که فقط میخواین عدسی درست نکنید و عدس رو آبپز کنید میتونید مثل این تصویر یه همچین غذایی رو هم در بیارین و عدس آبپز شده رو در کنار گوجه و خیار و پیاز و فلفل دلمه‌ای میل کنید. پس این رو برای شام درست کنید به همراه یک عدد نون سبوس و یا اینکه اگر نمیخواین نون میل کنین میتونین اون رو با یک فنجون برنج جایگزین کنید و مثل همیشه هم یک لیوان آب و میوه هم برای شام یک عدد سیب و یا نصف یک عدد موز. خب تا اینجا با وعده های غذایی این 3 روز برای رژیم غذاییمون آشنا شدیم و اگر یادتون باشه گفتیم که هیچ میان وعده‌ای برای این 3 روز رژیم غذایی مجاز نیست. تنها میان وعده مجاز که البته خوراکی نیست و نوشیدنی هست و ما اون رو حتما پیشنهاد میکنیم اینه که چای سبز ارگانیک تهیه کنید و حداقل 2 لیوان در روز، حالا مثلا به عنوان میان وعده، اون رو بنوشید. همچنین با این رژیم غذایی باید آب فراوان بنوشید. درسته که حالا ما با وعده های نهار و شام گفتیم که یک لیوان آب حتما داشته باشید، اما در طول روز و در کل روز شما باید 8 تا 10 لیوان رو حتما آب بنوشید و خیلی مهم هستش. یه دونه از این شیکرهای آب تهیه کنید، همراه خودتون سر کار هر جا که میرین داشته باشین و ترجیحاً چند برش لیمو هم داخلش بندازید. همونجور که گفتیم لیمو ترش باعث چربی سوزی میشه و همچنین مقداری هم ویتامین C داخلش هستش. همچنین برای اینکه به این رژیم غذایی پایدار بمونید پیشنهاد میکنیم از این ظرفای پلاستیکی تهیه کنین و یک روزی که حالا مثلا سر کار نمیرین و تعطیل هستین و وقت اضافه دارین 2 ساعت وقت بذارین و تمام این غذاها رو برای 3 روز بپزین و آماده کنین و داخل این ظرف ها بریزین، چون وقتی شما غذاتون رو آماده داشته باشید بنابراین موقعی که مشغله دارین و یا سر کار هستین مثلا موقع نهار میشه، چون که غذا ندارین ممکنه مجبور بشین برین فروشگاه و یک غذای ناسالم بخرید و در واقع این رژیم غذایی رو بشکنید. پس پیشنهاد میکنیم که حتما غذای این 3 روز رو اگر میتونین از قبل آماده کنید و همیشه همراه خودتون اگر جایی میرین این وعده های غذایی رو ببرید. اما تکلیف این 4 روز باقی مونده چی میشه؟ 4 روز باقی مونده نیست، شما مستلزم رعایت این رژیم تا حدودی هستید. در این 4 روز میتونید از غذاهای همیشگی سفره خانواده‌تون میل کنید. با این حال به شما توصیه میکنیم که حجم غذای خود رو محدود کرده و مصرف کل کالری روزانه رو کمتر از 1500 کالری حفظ کنید. نکته مهم دیگه این که مصرف مواد غذایی به رنگ سفید رو به حداقل برسونید. باید کمتر از غذاهای مانند نان سفید، ماکارونی سفید و برنج سفید استفاده کنید و بیشتر از غذاهای مانند غلات، نان گندم کامل، برنج قهوه‌ای و پاستای قهوه‌ای که به طور طبیعی مواد غذایی کاملتر و حاوی فیبر هستند استفاده کنید. فعالیت روزانه رو فراموش نکنید. همواره این نکته رو در نظر داشته باشید که هیچ رژیم غذایی و برنامه غذایی به تنهایی نمیتواند موجب کاهش وزن شود مگر آنکه با ورزش و یا فعالیت روزانه همراه باشد. بهتر است حداقل روزی 30 دقیقه و 5 بار در هفته فعالیت بدنی داشته باشید. و همچنین خواب خوب. اهمیت خواب خوب رو نمیتوان اغراق کرد. محرومیت از خواب اشتها را مختل می کند و اغلب منجر به افزایش اشتها می شود که منجر به افزایش جذب کالری و افزایش وزن می شود. و در آخر این که در رژیم غذایی روغن سالم انتخاب
انتخاب کنید. روغن‌های ناسالم رو با روغن‌های سالم مانند روغن زیتون بکر و یا همون اکسترا ورجین اولیو اویل یا روغن اوکادو و یا روغن نارگیل جایگزین کنید. البته اگر روغن نارگیل تهیه می‌کنید حتما مطمئن باشید که ارگانیک باشه و روش نوشته باشه که اکسترا ورجین کولد پرس کوکونات اویل. با تشکر از تماشای این ویدیو. در صورت مفید بودن لطفاً ویدیو رو لایک بفرمایید و اگر هنوز عضو کانال ما نشدین با زدن دکمه سابسکرایب همین الان این کار رو انجام بدین و همچنین برای پیدا کردن کانال ما در یوتیوب کافیه که کلمه بدنسازی تیوی رو در یوتیوب جستجو بفرمایید. با تشکر.